برای هر سوال کدوم جواب درسته؟ بزن بریم. کدام حیوان بزرگتر است؟ گربه، موش، فیل. فیل. کدام حیوان پرواز می کند؟ سگ، ماهی، پرنده. پرنده. آسمان چه رنگی است؟ سبز، آبی، قرمز. آبی. کدام یک سریعتر است؟ ماشین، دوچرخه، لاک پشت. ماشین. کدام یک به شکل دایره است؟ مثلث، کتاب، توپ. توپ. کدام یک خوراکی است؟ کفش، مداد، ساندویچ. ساندویچ. کدام حیوان در آب زندگی می کند؟ سگ، ماهی، پرنده. ماهی. کدام یک برای غذا خوردن استفاده می شود؟ کلاه، قاشق، مداد. قاشق. کدام یک میوه است؟ سیب زمینی، هویج، موز. موز. کدام شکل دایره است؟ 1، 2، 3. یک. کدام یک 4 پا دارد؟ صندلی، ماهی، کلاغ. صندلی. کدام یک آهسته تر حرکت می کند؟ لاک پشت، دوچرخه، ماشین. لاک پشت. با کدام می نویسیم؟ کفش، ساندویچ، مداد. مداد. کدام یک گرد است؟ هویج، پرتقال، موز. پرتقال. کدام یک پرواز می کند؟ اسب، دوچرخه، هواپیما. هواپیما. کدام رو پا می کنی؟ دستکش، کلاه، کفش. کفش. کدام یک گرم است؟ بستنی، سوپ، آدم برفی. سوپ. با کدام یک دندان را تمیز می کنی؟ مسواک، شانه، حوله. مسواک. کدام یک سرد است؟ آتش، خورشید، یخ. یخ. زمان تشنگی کدام را می‌خوریم؟ ساندویچ، آب، سنگ. آب. کدام یک بوق دارد؟ گربه، درخت، دوچرخه، دوچرخه. با کدام کاغذ را می‌بریم؟ قاشق، چنگال، قیچی.
بیتی